بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیة الله فی الارضین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. جلسه ما جلسه بسیار شیرین و مطلوبی است. عطر روحیه بسیجی فضا رو انباشته است. از بیانات این عزیزان که هر کدامی به نحوی یک حقیقت شیرین و حائز اهمیت را بیان کردند استفاده کردیم، لذت بردیم. حرف هم با شما عزیزان بسیجی، جوانها، پسرها، دخترها زیاده. بنده امروز چند نکته رو در مورد بسیج عرض خواهم کرد، لکن قبلا به مناسبت ایام و به مناسبت این راهپیمایی عظیم و با شکوه که حقیقتاً یک پدیده عظیم تاریخی است یک جمله‌ای عرض بکنیم. معمولاً کارهایی که انسان مشاهده میکنه، پدیده هایی که تبلیغاتی برای اون انجام نگرفته لکن ناگهان یک پدیده‌ای بروز میکنه در محیط دید انسان. در اینجور پدیده ها دست خدایی مشهودتر از همه جای دیگر است. یه نمونهش خود انقلاب اسلامی در ظرف یک سال و نیم، حالا مبارزات قبلی به جای خود محفوظ، اما حضور مردمی و گسترش مردمی در طول یک سال و نیم انجام گرفت در یک کشور وسیعی مثل کشور ما. همون شعاری که در تهران مردم میدادن، در فلان روستا در دوردست هم مردم راهپیمایی میکردن، همون شعار رو میدادن. لذا امام اون وقت اونطور که به ما اطلاع دادن فرموده بودن این انقلاب پیروز خواهد شد چون نشانه حضور دست قدرتمند الهی است. یه وقت دیگری هم به خود من ایشون فرمودن، گفتن من در طول این انقلاب یک دست قدرتی رو همیشه دیدم پشت این حرکت عظیم مردمی. حرکات‌های مردمی اینجوریست. قضیه تسخیر لانه جاسوسی هم اینجوریست. قضیه حوادث بعدی که در این کشور اتفاق افتاد اینجوریست. قضیه 9 دی در این اواخر اینجوریست. قضیه اعتکاف ها از همین قبیله. اینها پدیده هایی است که هیچ تبلیغاتی هم نمیشه براش، تلاشی هم انجام نمیگیره. شما ببینید برای اینکه 10,000 نفر 50,000 نفر رو یه جا جمع کنن چقدر تلاش تبلیغاتی در دنیا انجام میگیره، آخرش هم نمیشه. اینجا با وجود موانع فراوان از ایران فقط 2 میلیون نفر برای پیاده روی 80 کیلومتری، برای پیاده روی نه برای لذت بردن در هتل لمیدن، برای پیاده روی بلند میشن میرن کربلا، چند برابر او از خود عراق و از مناطق دیگر. این یک حادثه الهی است، این یک پدیده الهی است.
این نشان دهنده این است که این راه عشق است، منتها نه عشق مجنونانه، عشق همراه بصیرت، مثل عشق اولیاء به خدا. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. این حب، این عشق همراه با بصیرت است، میداند، میفهمد و این جاذبه او رو میکشه، این مغناطیس او رو میکشه. خب بنابراین کار بزرگی است، پدیده عظیمی است. من اولا به کسانی که موفق شدن رفتن خوش آمد عرض میکنم و قبول الهی رو برای کارشون درخواست میکنم و غبطه خودم رو نسبت به کار اونها که ما محروم بودیم اونها موفق شدن عرض میکنم. از مردم عراق که پذیرایی کردند، محبت کردند، این جمعیت عظیم را توانستند اداره کنند ظرف چند روز، تشکر میکنم. حادثه فوق‌العاده مهمی است. خب حالا نتیجه چی؟ میخوام این را عرض بکنم، در این جور حوادث که شما دست قدرت الهی رو پشت سرش به وضوح میبینید و برکاتش رو مشاهده میکنید، باید شکر کرد. اگر شکر کردیم میمانه، اگر شکر نکردیم گرفته میشه. اگر ملت ایران شکر انقلاب رو نکرده بود انقلاب میرفت، کما اینکه در بعضی جاهای دیگر دنیا انقلاب شد بلد نبودن شکر کنن، انقلاب رفت، از دستشون رفت. نه فقط انقلاب را از دست دادن، 20 سال 30 سال هم عقب افتادن. ملت ایران شکرگزاری کردن. شکرگزاری فقط به این نیست که آدم بگه الهی شکر یا سجده شکر بکنه. شکرگزاری به این است که انسان به لوازم این نعمت عمل کنه. ملت ایران عمل کرد، در هر میدانی لازم بود حاضر شدن، اونجایی که فداکاری لازم بود فداکاری کردن، جان و مال و عزیزان و فرزند و آبرو و حیثیت رو همه رو آوردن توی میدان. نمیخوام بگم تک تک مردم ایران این کار رو کردن، لکن یک جمع عظیمی، یک اکثریت قابل توجهی اینجوری عمل کردن. خدای متعال پاسخ داد، انقلاب براشون حفظ کرده. امروز انقلاب از روز اولی که پیروز شد قوی‌تر، پرقدرت‌تر و برای آینده قادر بر برنامه‌ریزی بیشتر. این حادثه راهپیمایی رو شکر کنید. شکرش از جمله به این است که اون روحیات را، اون حالات را که در این 2-3 روزی که مشغول راهپیمایی هستید اونجا مشاهده کردید یا احساس کردید، اون روحیات رو در خودتون نگه دارید. اون برادری را، اون مهربانی را، اون توجه به ولایت را، اون آماده شدن بدن برای تعب کشیدن را، اون ترجیح دادن زحمت کشیدن و عرق ریختن و راه رفتن و بر راحتی و تنبلی را، ایناست دیگه. در همه امور زندگی باید اینو دنبال کرد. این میشه شکر. از جمله شاخه‌های شکر یکی این است که این کار رو برای کسانی که عاشق این کارن آسان کنیم، که این مسئولیتش به عهده مسئولان کشوره، بخش‌های مختلف.
حوادثی گاهی پیش میاد، این حوادث رو نگذارن، پیشگیری کنن، اینم جزو شکر. به هر حال این نعمت رو قدر بدانیم، این نعمت بزرگی است و این انشاءالله یک نعمت پایدار خواهد بود و برای ملت ایران و ملت عراق مایه عزت و سربلندی و افتخار خواهد بود. حالا سعی میکنن در دنیا نگذارن این نورافکن قوی دیده بشود، لکن نمیتونن، نمیتوانن. دیده خواهد شد، سعی میکنن دیده نشه یا تحریفش کنن، هیچ کدوم به جایی نمیرسه. وقتی ادامه دادید حرکت رو، ناچار حقیقت خود را آشکار خواهد کرد. یه مطلب اصلی امروز من درباره بسیجه. بسیج یکی از اون پدیده‌های شگفت‌آور دوران انقلاب بود. امام بزرگوار از طرف پروردگار ملهم شد به اینکه این اقدام رو بکنه. بسیج 20 میلیونی که ایشون اعلان کردن، سازمان بسیج که تشکیل شد، این خیلی کار بزرگی بود. معنای این کار اصلا چی بود؟ معنای این کار این بود که خدای متعال به امام بزرگوار این تعلیم رو داد، این الهام رو کرد که سرنوشت انقلاب رو بسپاره دست جوانها. نه فقط جوانهای اون روز، جوانها وقتی وارد میدان شدند، این امانتی که دست اونها سپرده شده است، این اعتمادی که به اونها شده است، این رو دست به دست در طول زمان به یکدیگر منتقل میکنن و همین اتفاق افتاده است. شما که اینجا هستید، شاید 90% شماها نه دوران امام رو دیدید، نه امام رو مشاهده کردید، نه خیلیاتون، اکثرتون جنگ رو ندیدید، اما روحیه همون روحیه است. نه اینکه من از اظهاراتی که این جوانهای عزیزمون اومدن اینجا کردن این رو الهام بگیرم، نه، من اطلاع دارم، مرتبطم من با جوانها. روحیه امروز جوانهای ما همون روحیه جوانهای اون وقته، با این تفاوت که اونها اون وقت در وسط کوره انقلاب بودند، امروز اون نیست، در این حال اون روحیه هست. تفاوت دیگر این که اون روز بصیرت و آگاهی و تجربه‌ای که امروز جوانهای ما دارن اون روز وجود نداشت. اینا تفاوتشه. یعنی ما چی؟ پیش رفتیم. سرنوشت انقلاب رو امام سپرد به شما جوانان. هر مجموعه جوانی، هر نسلی وقتی از جوانی پا میگذارد به میان سالی، در واقع این امانت رو تحویل میده به نسل جوان بعد از خودش و این سلسله تمام نشدنی است. البته این که ما میگیم حفظ انقلاب و پاسداشت انقلاب رو امام به جوانها داد، معناش این نیست که غیر جوانها مأموریت ندارن. چرا؟ این مأموریت همه است. از پیرمرد 80 ساله و بالاتر از 80 ساله تا نوجوان، از مرد تا زن، از نخبه تا غیر نخبه، مجموع آحاد ملت و کشور مأموریت دارن انقلابشون رو حفظ کنن. این وظیفه همه ماست. اما جوان پیشران است، موتور حرکت است. اگر نسل جوان نمی بود و نمی خواست و اقدام نمی کرد، حرکت متوقف می شد.
اندیشه پیران و فکر و تجربه پیران اون وقتی به کار میاد که حرکت جوانانه جوانان وجود داشته باشه. این پیشران این حرکت جوانها هستند. بنابراین شما امروز، شما جوانایی که امام رو ندیدید، مخاطب امامید. امام با شما حرف زده، امام با شما صحبت کرد. مراجعه کنید به مطالب امام. این یه نکته. یه نکته دیگر این است که قطعاً حرکت بسیجی در کشور ما پیروزه. شرط اصلی که این پیروزی دارد این است که ما خودمون همه، جوانها و غیر جوانها، تقوا را و حسن عمل را برای خودمون یک وظیفه بدانیم. تقوای شخصی و تقوای اجتماعی و گروهی هر کدام معنایی داره. حالا من درباره تقوای گروهی هم صحبت کردم، زیاد عرایضی کردم، دیگه نمیخوام تکرار کنم. تقوا لازمه. خودتون رو مراقبت کنید، هم مراقبت شخصی بکنید، هم مراقبت گروهی کنید. اگر این شد، خدا فرمود ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. کسانی که تقوا پیشه کنند و نیکو عمل بکنن، خدا با اینهاست. مع الذین، خدا با اینهاست. خدا با جمعی بودن خیلی مسئله مهمی است. اینکه خدا با یک جمعی باشد این خیلی مهمه. ببینید، من یه مثال برای شما بزنم از قرآن و از تاریخ قرآنی. خدای متعال اون وقتی که موسی و هارون رو مأمور کرد که برن به سراغ فرعون، خب خیلی کار عظیمی بود. 2 نفر آدم تنها برن به مقابله و معارضه با یک قدرت عظیم اون روز که قدرت فرعونی یا قدرت بسیار عظیمی بود، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی، حتی از لحاظ نفوذ در مردم، از لحاظ تأسیسات اداری که حالا تفاصیلی داره. قدرت فرعونی یه چیز عجیبی بود. فرعون یه قدرت مستبد فعال مایشا، با اون همه امکانات 2 نفر رو خدای متعال مأمور میکنه که برید شما با این آدم معارضه کنید و مبارزه کنید. حضرت موسی عرض کرد پروردگارا، خب ما ممکنه بریم ما رو مثلا بکشن، به قتل برسونن، کارمون نصف کاره بمونه. از کشتن نمیترسیدن، گفتن کار نصف کاره میمونه. قال لا تخافوا اننی معکما اسمع و ارى. من با شما. ببینید معیت الهی اینه ها. اننی معکما اسمع و ارى. اینی که خدا میگه ان الله مع الذین اتقوا، که من عرض میکنم تقوا اگر داشته باشیم من و شما، خدا با ماست. این معیت الهی، با ما بودن خدا، معناش اینه که میتوان 2 نفر آدم تنهای دست خالی رو فرستاد به جنگ یک فرعون. همین حضرت موسی یک جا دیگه مکرر البته در قرآن هست، حالا یه جا دیگه من عرض میکنم. وقتی که کارشون به معارضه و رودررویی علنی افتاد و بنی اسرائیل رو حضرت موسی جمع کرد که سحر، صبحگاه، خیلی زود یا نیمه شب حرکت کردند به بیرون شهر که فرار کنند و برند از دست فرعون خلاص بشن. صبح که شد، یه مقداری از روز بالا آمد،
جاسوسای فرعون خبر دادن که آقا بنی اسرائیل شهر رو خالی کردن، همه رفتن. فرعون دستپاچه شد که اینا حالا میرن یه جا دیگه یک هسته‌ای درست میکنن. گفت جمع بشید. لشکر رو جمع کردن و پشت سر اینها راه افتادن. حالا چقدر فاصله شده من نمیدونم، شاید یه روز یا 2 روز یا کمتر یا بیشتر فاصله شده که این لشکر فرعون راه افتاده. خب اونا پیاده داشتن میرفتن، بدون تجهیزات میرفتن، یه مش مردم بودن، زن، مرد، بچه، اینا با تجهیزات و سپاه و لشکر و اسب و همه چی. طبعا زود به اونا رسیدن به اونا. اصحاب موسی از دور دیدن که لشکر فرعون داره میاد، دستپاچه شدن. قرآن میفرماید که فلما تری الجمعان، در سوره شعراست، فلما تری الجمعان، وقتی که 2 گروه، یعنی گروه حضرت موسی که جلو میرفتن و گروه فرعون که پشت سر می آمدن، همدیگه رو دیدن از دور، یعنی انقدر به هم نزدیک شدن که می توانستن یکدیگر رو ببینن. قال اصحاب موسی انا لمدرکون، بنی اسرائیل که با موسی بودن خوفشون برداشت، گفتن که یا موسی الان میرسن به ما. مدرکون یعنی الان اونا میرسن ما رو میگیرن، قتل عام میکنن. موسی چی جواب داد؟ قال، حضرت موسی در جواب قال کلا، هرگز چنین چیزی پیش نخواهد آمد. چرا؟ ان معی ربی، معیت اینها، خدا با منه، پروردگار من با من است. کلا ان معی ربی سیهدین. ببینید معیت الهی انقدر اهمیت داره. اینی که میگن ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، این معیت رو باید قدر دونست. اگر من و شما بتوانیم این معیت الهی رو حفظ کنیم، بدانید آمریکا که هیچ، اگر 10 برابر قدرت آمریکا هم کسانی در دنیا نیرو داشته باشند، این نیرویی که خدا با اوست بر اونها غلبه خواهد کرد. بنده چند سرفصل رو در مورد بسیج عرض می کنم. شما برادرانی هستید، خواهرانی هستید که در بخش‌های مختلف بسیج مسئولیت دارید. این چند سرفصل رو، هر کدام از این سرفصل‌ها هم شرح و توضیح لازم داره که نه وقتشو داریم نه الان مجال اون هست، هم برنامه‌ریزی و رویه سازی لازم داره. بنده فقط سرفصل‌ها رو میگم، بقیه‌اش به عهده شما. یکی این است که بسیج صرفاً یه حرکت احساسی نیست. بسیج متکیست به دانستن و فهمیدن، متکیست به بصیرت. واقعیت بسیج هم همینه و در این جهت باید پیش بره. اگر صرفاً احساس بود، احساس با یک اندک چیزی تغییر پیدا میکنه. یه عده اول انقلاب جزو کسانی بودن که پرشور با انقلاب همراه بودن، اما از روی احساس، از روی عمق فهم دینی نبود. بنده با بعضی از اینها ارتباط داشتم، آشنا بودم، تو دانشگاه و بیرون دانشگاه اینها رو میشناختم. عمق دینی نداشتن. نتیجه این شد که با نشست و برخاست با بعضی آدمایی که زاویه با انقلاب داشتن، اینا هم با انقلاب زاویه دار شدن. زاویه هم خاصیتش اینه، اول خیلی محدود شروع میشه، هرچی انسان پیش بره خط رو این فاصله بیشتر میشه، دهنه وسیع‌تر میشه.
شدن مقابل انقلاب با بصیرت. بسیج همراه هست با بصیرت. اینی که بنده سال 88 رو بصیرت تکیه کردم، عده‌ای ناراحت شدن، عصبانی شدن، طنز گفتن، بد گفتن، مقاله نوشتن علیه این که چرا میگید بصیرت. این به خاطر اینه. بصیرت مهم است، دانستن و فهمیدن مهمه. این یک. دوم، بسیج جناحی نیست، یکی از دو جناح سیاسی یا سه جناح سیاسی یا چهار جناح سیاسی داخل کشور نیست. بسیج لشکر انقلابه. بسیج مال انقلاب. اگر دوگانگی وجود داشته باشد، دوگانگی انقلابی و ضد انقلابی است. حتی غیر انقلابی هم چون قابل کشش، قابل جذبه و بنده معتقده به جذب حد اکثری هم، البته با روش های خودش، نه اینکه حالا هر کاری رو بکنیم به عنوان جذب حد اکثری. انقلاب و ضد انقلاب، هر جناحی، هر کسی، هر آدمی که انقلاب رو قبول داره، در خدمت انقلاب، دنبال انقلاب، این بسیج طرفدار او هم هست. یعنی اینجور نیست که ما در جناح‌های داخل کشور بسیج رو جز به این جناح یا اون جناح یا اون جناح یا اون جناح بدانیم. نخیر، بسیج خودش یک جریان، یک شط عظیم جاری است به سمت اهداف انقلاب. این هم یه نکته. نکته دیگر، در بسیج هم هم‌افزایی لازمه، یعنی بایستی قشرهای مختلف مردم در بسیج حضور داشته باشن. همین بسیج اقشار، از دانش آموز و دانشجو و کارگر و استاد دانشگاه و کاسب و حقوقدان و غیر و غیر و غیر، اینا همه باید باشن. این گستره بسیج به صورت افقی است. البته شرطش این است که اینا با همدیگه هماهنگی بکنن. یکی از کارهای لازمی که بنده توصیه میکنم، همینجا میگم، مسئولینم تشریف دارن، باید انجام بگیره، یک سازوکار قطعی است برای هماهنگی و همکاری و هم‌افزایی این سطح وسیع افقی. بنابراین بسیج خط افقی دارد. این یک. از طرفی بسیج احتیاج دارد به مجموعه های اندیشه ورز، به هدایت عمومی. این هدایت که حالا بعد درباره این بیشتر صحبت عرض خواهم کرد، این یه خط عمودی است که حالا نقش این خط عمودی چیه عرض میکنم. هم خط افقی در بسیج هست، هم خط عمودی در بسیج هست. نه مثل سازمان‌های متعارف نظامی است که صرفاً، یا تشکیلات اداری است که صرفاً خط عمودی باشه، نه مثل مجموعه‌های خدماتی مردمی است که صرفاً خط افقی باشه. هم خط عمودی داره، هم خط افقی داره. هر کدامی به نحوی برای تشکیل بسیج یه امر لازمی است. نکته بعدی این است که بسیج تحقق مردم سالاری دینی است. ما که میگیم مردم سالاری دینی یا مردم سالاری اسلامی، بعضی خیال میکنن این مردم سالاری فقط پای صندوق رأی و انتخاباته. اون یکی از جلوه های مردم سالاری دینی است. مردم سالاری یعنی سالار زندگی
جامعه خود مردمند، مردم سالاری یعنی بر اساس دین، بر اساس اسلام. این معنای مردم سالاری اسلام. بسیج مظهر مردم سالاری دینی و مردم سالاری اسلامی است در همه عرصه ها. اگر چنانچه بسیج وارد اقتصاد بشود، اقتصاد می شود مردم سالار. همین که آقایون اینجا الان اظهار کردن و کاملا درست. این اقتصاد مقاومتی که ما عرض کردیم اگر بتوانه از قوت و قدرت بسیج استفاده کنه میشه اقتصاد مقاومتی مردم سالار. در علم همینجوره، در پیشرفت‌های گوناگون اجتماعی همینجوره، در سیاست همینجوره. مظهر مردم سالاری دینی بسیج. یک نکته دیگر این است که گفتیم هیئت‌های اندیشه ورز. من اصرار دارم این کلمه اتاق فکر را که فرنگی‌ها میگن به کار نبرم. اتاق فکر یک تعبیر فرنگی است. میان آقایون مینشینن کلمات فرنگی رو تبدیل میکنن به ترجمه تحت لفظی فارسی، همونا رو هی به کار میبرن با افتخار. نه، ما خودمون زبون داریم، واژه سازی کنیم دیگه. هیئت‌های اندیشه ورز، این از اتاق فکر خیلی گویاتر هم هست. ما هیئت‌های اندیشه ورز لازم داریم. کجا؟ در دو نقطه، یکی در رأس، یکی در لایه ها. در لایه ها، لایه های گوناگون بسیج فراوانه. از جنگ سخت، جنگ دیگه، همین که حالا شما این بچه ها اینجا میگن ما شوق داریم و ما رو بفرستید و چرا نمیفرستید، همون جنگ سخت دیگه. از جنگ سخت این احتیاج داره به هیئت اندیشه ورز برای ترسیم و تعیین حدود این کار. کی بره، کی بره، چجوری بره، اینا هیئت اندیشه ورز لازم داره. تا جنگ نرم که جنگ نرم یک عرصه بسیار وسیعی است، روز به روزم با گسترش این فضای مجازی و این حرفا هی داره گسترده تر میشه. جنگ نرم خیلی هم خطرناکتر از جنگ سخته. یعنی در جنگ سخت جسمها به خاک و خون کشیده میشن، روحها پرواز میکنن میرن بهشت. در جنگ نرم اگر دشمن خدای نکرده غلبه بکنه، جسمها پروار میشن، سالم میمانن، روحها میرن به قعر جهنم. فرقش اینه. لذا این خیلی خطرناکتره. این هیئت اندیشه ورز لازم داره. تا سازندگی، بسیج یه جاهایی مشغول سازندگی است. تا تقسیم مأموریت‌های جغرافیایی، همین که آمایش سرزمینی میگن، در یه نقطه‌ای از کشور بسیج میتوانه یک کار رو انجام بده که در نقطه دیگر یا نمیتوانه انجام بده اون کار رو، یا لازم نیست انجام بده. این باید با هوشیاری صورت بگیره. این هیئت اندیشه ورز لازم داره. تمام این لایه‌های مختلف و لایه‌های گوناگون دیگر، هر کدام از اینها هیئت‌های اندیشه ورز لازم داره. علاوه بر این، هیئت اندیشه ورز در بالاترین سطوح بسیج که برای کل مجموعه بسیج بشینن خط نگاری کنند، راهبرد نگاری کنند. اینجا من مایل نیستم تعبیر استراتژیست رو به کار ببرم. راهبرد نگار، راهبرد اندیش لازم داریم. ما راهبرد اندیشان رو لازم داریم که بشینن کارشون این باشه، کارشون فقط این باشه. این مهمترین کار هاست. مثل راهبرد اندیشان نظامی که در همه جای دنیا معموله،
به قول خودشون استراتژیست های نظامی می نشینن و تکلیف جنگ رو، کار نظامی رو مشخص میکنن. این لازم، اینا کارهایی است که باید انجام بگیره. وقتی ما اینها رو انجام دادیم، اون وقت شما در هر نقطه ای از مجموعه عظیم بسیج که مشغول کارید، تو حلقه صالحین باشه، توی راهیان نور باشه، توی دبیرستان باشه، تو دانشگاه باشه، تو محیط کارگری باشه، هر جا که شما تو مسجد باشه مشغول کار هستید در زمینه بسیج، میدانید که یک عضو فعال هستید از یک مجموعه خردمند و هدفدار که داره حرکت میکنه و پیش میره. این احساس در شما به وجود میاد. نمیگم مثل یک عضو از بدن، نه، چون اعضای بدن درسته که حرکت میکنن اما همشون اسیر مغزن. مغز میگه ببین، مغز میگه بشنو، مغز میگه بگو یا حرکت کن. مغز فعاله. در بسیج اینجوری نیست که فقط از مرکز بگن بگو، نه، مثل این است که هر عضوی خودش یه مغزی داشته باشد که با اون مغز اصلی که در سر هست هماهنگ باشه، که این هماهنگی البته راههایی داره. یک چنین حالتی به وجود خواهد آمد اگر چنانچه ما این هیئت‌های اندیشه ورز را داشتیم و فعال کردیم، در کنار این هیئت‌های رصدگر لازمه. رصد چی؟ چون بسیج یک موجود متحرک دیگه. بسیج یک مجموعه زنده است، پویاست، مشغول رویش است، مشغول پیشروندگی است. باید رصد کرد که متوقف نشه. باید رصد کرد که راه رو خطا نره، اشتباه نره. باید رصد کرد که مورد آسیب قرار نگیره، مریض نشه، ویروس‌های گوناگون در اون نفوذ نکنن. دستگاه رصدگر غیر از دستگاه اطلاعات و حفاظت اطلاعات و ایناست. اونا رو کار ندارم، اونا به جای خودش هر کدوم مسئولیتی دارن. دستگاه رصدگر اون دستگاه خردمند و عاقلی است که مثل صفحه مغناطیسی و برقی که انسان جلوش گذاشته داره واقعیت بیرون رو مشاهده میکنه، میبینه که چه اتفاقی میفته. اینا لازمه. اینا چیزهایی است که برای پیشرفت بسیج و برای تکامل و ثمردهی هرچه بیشتر این شجره طیبه لازمه. چون شجره طیبه است دیگه، اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. اگر بخواهید این تؤتی اکلها کل حین باذن ربها تحقق پیدا بکنه، این چیزایی که عرض کردیم لازمه. خب اینایی که ما عرض کردیم اینا خطوط کلی است، تحلیلی و ذهنی هم نیست. همه این چیزایی که عرض کردم ناظر به عمله، ناظر به واقعیته. هر کدام از اینها شرح و تفصیل هم داره، همونطور که قبلا عرض شد. هر کدام از اینها رویه سازی و برنامه سازی هم لازم دارد که اینا به عهده شما هاست، به عهده مسئولین، باید بشینن این کارا رو انجام بدن. اینا خطوط کلی ناظر به عمل است، ناظر به واقع است که باید مورد توجه قرار بگیره. یک نکته حاشیه‌ای اینجا عرض بکنیم که تو بیانات این دوستان هم بعضن بود و اون این است که بسیج الگوسازی بود. بسیج ایجاد الگو بود. این الگو بدون اینکه هیچ تبلیغاتی براش بشه، هیچ
کاغذی نوشته بشه، کتابی نوشته بشه، پیغامی به کسی داده بشه، به طور طبیعی در یک بخش مهمی از دنیای اسلام جا باز کرد، یعنی خودشو نشون داد. از روی او نسخه نویسی کردند. بعضی ها نسخه نویسی کردند برای هدفهای خوب، بعضی ها نسخه نویسی کردند برای هدفهای بد. اینکه جوونا رو بیارن با انگیزه دین وارد میدان کنن، مسئولیت رو به اونها بسپرن، به اونها اعتماد بکنن، این شد یه الگو. حالا که الگو شد، دوستان از این الگو بهره گرفتن. دوستان ما در خیلی از کشورها که حالا آقایون اسم آوردن، بنده نمیخوام از کشوری اسم بیارم، دشمنان هم نشستن براش برنامه ریزی کردن. یکی از برنامه ریزی های دشمن عبارت است از نفوذ، که بنده الان شاید حدود 1 سال یا بیشتری که راجع به نفوذ دارم صحبت میکنم. نفوذ، از نفوذ باید ترسید، باید مراقب بود. ترسید معناش این نیست که آدم خوف کنه، یعنی ملاحظه کنید، مراقب باشید. نفوذ خیلی مهمه. یکیش اینه. یکی از راههایی که دشمن‌ها دنبال میکنن ایجاد خطوط موازی است، رقیب درست کردن برای بسیج. از این کارا میکنن ها. بنده نمیخوام حالا وارد جزئیات بشم، اما من میشناسم، اطلاع دارم، شما هم شاید بعضیون اطلاع داشته باشید. همین الان دارن برای بسیج، برای جوانهای کشور، برای همونایی که من گفتم افسران جنگ نرم، دارن بر اونها رقیب سازی میکنن. یه خط موازی درست میکنن برای اینکه از اینجا غافلش کنن، بکشوننش به اونجا. اینا مسائل مهمی است دیگه. خب اگر این سرفصلایی که عرض کردیم مورد توجه قرار بگیره، البته حرفای دیگه هم هست دیگه، حالا مجال نیست که عرض بکنیم، اگر اینها مورد توجه قرار بگیره، اون وقت بسیج این توانایی رو خواهد داشت که در اصلی ترین عرصه های جامعه به صورت پرقدرت ظاهر بشه و اثر بگذاره. هم در عرصه علم، هم در عرصه فرهنگ. وقتی میگن بسیج بی ترمز یعنی همین. هم در عرصه اقتصاد، توجه کنید، هم در عرصه خدمت رسانی. در همه این عرصه ها بسیج میتوانه به عنوان یک نیروی پرقدرت، اثرگذار، به عبارت دیگر بسیج میتوانه دستگاه‌های مسئول را هم در جهت‌دهی، هم در هدفگذاری، هم در عمل یاری بده. یعنی ما وقتی راجع به بسیج صحبت میکنیم و این مطالب رو میگیم و توانایی‌های بسیج رو میگیم، نمیخوایم برای قوه مجریه یک رقیب بتراشیم. نه خیر، قوه مجریه وظایفی داره، مسئولیت‌هایی داره، باید انجام بده اونها رو، وظیفشه. اما بسیج میتوانه کمک کنه به قوه مجریه برای جهت‌دهی صحیح، برای جلوگیری از خطا و انحراف در مسیر و کمک کنه در عمل، مثل همین اقتصاد مقاومتی که بعضی از آقایون اشاره کردن. میتوانه به عنوان مکمل عمل کنه، میتوانه به عنوان امیدبخش عمل کنه. بعضی از دستگاه‌های دولتی در بعضی از زمینه‌ها دچار ناامیدی میشن، میگن آقا نمیشه. چطور نمیشه؟ این همه کارهای بزرگ انجام گرفت، نمیشه یعنی چه؟ میگن آقا نمیشه. بسیج وقتی که افتاد جلو، وقتی این نیروی جوان و پیشران
حرکت صحیح خودش رو دنبال کرد، اون آدم ناامید و افسرده هم با نشاط می شود و امیدوار می شود. خب من البته هرگز نمیخوام مبالغه کنم، بنده نمیخوام بگم بسیجی یک فرشته است و از ضعف‌های بشری دوره. نه خیر، همه ما دچار ضعف‌های بشری هستیم، ترس داریم، تردید داریم، ملاحظات گوناگون داریم، گرفتاری‌های خانوادگی داریم، گرفتاری‌های اجتماعی داریم، اما بن‌بست نداریم. من اینو میخوام بگم. جوان بسیجی ممکنه یه وقتی در یه برهه‌ای دچار ترس بشه یا در یک مسئله خاصی دچار تردید بشه، اما دچار بن‌بست نمیشه. برای خاطر اینکه عناصر هدایتگر و قدرت آفرین و راهنما در بسیج اونقدر هست که بتوانه همه این نقاط ضعف رو برطرف کنه یا تبدیل کنه به نقاط قوت. خب امروز ما مشاهده میکنیم در کشور از لحاظ مسائل اقتصادی مشکلاتی وجود داره. ما امسال البته گفتیم سال اقدام و عمل. دیروز هم مسئولین محترم یه گزارشی مفصلی برای من فرستادن، فهرستی از اقدامها و عملهایی که انجام گرفته تا حالا از اول سال رو ذکر کردم. یعنی ما خواستیم گفتیم خب بالاخره اقدام و عمل چه اتفاقی افتاده، یه گزارش مفصلی که همین دیروز دست من رسید و نگاه کردم. آمارایی هست، کارایی هست، اقداماتی انجام گرفته. منتها باید در صحنه عمل نتیجهش دیده بشه. اونچه که مهم است این است که آماری که ما میدیم در عمل نتیجهش دیده بشه. من اول سالم گفتم بایستی جوری عمل بکنیم که وقتی آخر سال شد بتوانیم فهرست بدیم، بگیم این کارها رو انجام دادیم، اینم نشانه‌هاش در عمل و در واقعیت جامعه. اینجور نباشه که صرفاً گزارش باشه. بسیج میتوانه در تحقق این مقصود نقش ایفا کنه. یه جمله هم من در پایان عرایضم راجع به این مسائلی که ما با این دولت مستکبر داریم عرض بکنیم. البته این دولتی که بناس بیاد که هنوز نیامده، او حالا هندوانه در بسته است، نمیدونیم حالا تو چی در میاد. اما همین دولتی که الان وجود داره، همین دولت کنونی در آمریکا دارن برخلاف اونچه که تعهد کردند و تصمیم گیری مشترک کردن و مسئولین به ما اون وقت اعلام کردن دارن عمل میکنن. من اینجا لازم بدونم عرض بکنم اگر حالا کارهای متعددی کردن، تخلفهای متعددی کردن، یکی دوتا نیست، تازه ترینش این تمدید تحریم 10 ساله است. اگر این تحریم بشود قطعا نقض برجامه بدون تردید و بدانن جمهوری اسلامی حتما در مقابل اون واکنش نشان خواهد داد. من حرفم در این زمینه به مسئولین و به مردم اینه که این توافق هسته‌ای که اسمشو گذاشتن برجام، این نباید تبدیل بشود به یک وسیله‌ای برای فشار هر چند وقت یک باری از سوی دشمن به ملت ایران و به کشور ما. این نباید اجازه بدیم که اینو وسیله فشار کنه. مسئولین به ما گفتن که ما این کار رو انجام میدیم، این اقدام رو میکنیم برای اینکه فشارها برداشته بشه، فشارهای تحریم برداشته بشه.
حالا اینا دارن علاوه بر این که حالا اون کاری که اون وقت قول دادن بکنن و بنا بود همون روز اول انجام بگیره تا 8-9 ماه هنوز به طور کامل انجام نگرفته و ناقصه، که مسئولین ما این رو صریحاً بیان میکنن، مسئولین دست‌اندرکار، اونایی که خودشون دست‌اندرکار بودن این رو صریحاً بیان کردن و بیان میکنن. علاوه بر او این رو باز وسیله‌ای قرار بدن برای فشارهای مجدد به جمهوری اسلامی. نه آقا، جمهوری اسلامی با اتکاء به قدرت الهی و با باور کردن قدرت حضور مردم از هیچ قدرتی در دنیا هراس نداره. اگر کسی به تقلید از روحیه‌های ضعیف بنی اسرائیل میگه که قالوا انا لمدرکون، حالا با ما میرسن پدرونه در میارن، اگر کسی اینجوری میگه، ما هم به تقلید از حضرت موسی عرض میکنیم که کلا ان معی ربی سیهدین. پروردگارا هدایت و دستگیری خودت رو بر این جوانها و بر همه جوانهای کشور و همه ملت عزیز ما روز به روز افزایش بده. السلام علیکم و رحمت الله.